ایران لطفاً چشم‌بندتو بردار. تو تله بعدی قراره تو رو زنده به گورت کنیم. ای سگ تو شما تو این تابوت دراز میکشی و منم کلی خاک میریزم رو تو. بعد شرایط چالشو برات توضیح میدم. بهم اعتماد داری؟ راستش نه. هر وقت حاضر بودی برو تو. یه تبرم برات گذاشتیم و دیگه به این نردبونم نیاز نداری. ماه را مومش کنید. رحم الله. ببین ما رو به چه روزی انداختی یا خدا رو خوش نمیاد آخه بگو جوون. که اجازه داریم زنده به گورت کنیم. اجازه داری زنده دفنم کنی. دست به جنبونیم پسره. وای خدا. بیا مرزتت با ایران شهروندم. آره جون عمت. تا داری دفن میشی میتونی زیر بالشتو چک کنی. اونجا برای یه مستر بیس شکول گذاشتیم و یه استنک گوشت مشتی که حالشو ببری. آره پیداشون تو کرد. بدن پر عضله‌ای داشتی آره؟ آره میشه. و عضله های گنده پروتئین میخوان مگه نه؟ درسته. واسه همین استنکایی که بهت دادیم پر از پروتئینه. یه جورایی همش گوشت دیگه. خداییش این بدترین موقعیتیه که تو کل عمرم داشتم، ولی خب حداقل عضله‌ام با این استکا قوی تر میشه. وای خدا. فاتحه هم از